خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. قراره توی این ویدیو یه سری ساروفون بدون آستین و با آستین بهتون معرفی بکنیم. برای ثبت سفارشاتتون و دیدن ویدیو و عکسای بیشتر میتونین به سایت www.kazaofficial.com مراجعه کنیم و از اونجا سفارشاتتون رو ثبت کنیم. خب اولین کارمون این کار هستش، کاری که جیب داره، یقش به این صورت هست و بدون آستین هست. رنگ هاشو بریم با هم ببینیم: طوسی، سفید، سبز، مشکی و کرم، شیری. خب کار بعدی. سلام دوستان، من 5 ساله میام کازا خرید میکنم. کالیته جنساش خیلی بالاه، خیلی مشتریام دوست دارن. هم متفاوت، مدل متفاوت خیلی داره. نخاش خیلی عالیه، اصلا دوندون نمیشه. بهتون توصیه میکنم حتما یه بار به کازا سر بزنید و جنساشو نگاه کنین. هم پیراهن داره، هم دامن، شلوار، شمیز، بولیز، همه چی داره. کالیته کاراش واقعا بالاست. کارای کار شده و کارای ساده هم خیلی داره. اصلا دست به این تریکوهاش که میزنی واقعا از نظر کیفیت لذت میبری. واقعا کاراش خیلی کالیتش بالاه. خیلی کارای متفاوت و خوشگلی هم داره. سریاش هم 3 تایی، 4 تایی، سایز کوچیک، سایز بزرگم داره. همین کار فقط حالت گلدوزی های مختلف با فرق های مختلف میبینین. میگم همشون تقریبا توی یه سبکن با فرق های کوچیک به این شکل. کار بعدی همون کار پلنگمون هست، در رنگ سفیدش هم موجود بود. کار بعدیمون چیپاش به این شکل هست. این کارم فقط یه رنگ سفید داره. کار بعدیمون به این صورت هست، همون کار پلنگی ولی با این تفاوت که پشتش ساده هستش، در رنگ های طوسی و سبز. این کارم بهتون فکر میکنم نشون دادم. خب کار بعدی پارچش به این سبک هستش، یه کمر به این شکل داره، جیبهاش به این سبک هستش، رنگ کرم و خردلی داره و قهوه‌ای. رنگ آبی، بنفش و قرمز هم داره. این کار بلندتر هستش، جیبهاش به این سبک هست، کمر میخوره و در رنگ صورتی و خردلی هست. رنگ آبی، رنگ سبز، رنگ قرمز، بنفش، کار بعدی همون کاره با تفاوت یه ذره کوچیک‌تر سنگ دوزی شده، خردلی و رنگ سبزش. بنفشش هم که خیلی خوشگله. خب
این مدلی که میبینین به این صورت هست. این کار هم یه حالت شنیل تور داره، آستیناش به این صورت هست، بند میخوره پایینش. این کار هم سنگ های ظریف کار شده روش، پشت کار ساده هست. این کار به این شکل هستش، دکمه میخوره و آستین داره. کار بعدی پشتش به این صورت هست. من دیگه رنگ بندی ها رو بهتون نشون نمیدم چون که میتونی اصلا کلا سفارش هم بدین. یعنی مثلا یه رنگی رو میبینین توی یه کار دیگه میتونین سفارش بدین. هی از هر کار 100 رنگ نشون دادنش خیلی فایده نداره. به این صورت اینا رو همه رو به عنوان مانتو میتونین ازش استفاده بکنین. کار بعدی به این صورت طرح و رنگ های مختلف هم داره. با مزه است. اینا دیگه شد مانتوی تیزری. به اینا میگن مانتوی تیزری. یعنی هر سبکی که فکر کنین دیگه اینجا میتونین پیدا کنین دیگه. این همون بود. بله این همونه ولی خب بلندتر و جیب داره در این قسمت. یه کار دیگه که داریم کلاه داره، حالا داره ربط و شام میتونیم ببندین. بله خب اینم از ویدیو امروزمون. میتونین برای دیدن ویدیو و عکس‌های بیشتر به سایتمون مراجعه کنین www.kazaofficial.com. فعلا خدا نگهدار.